ساختمان باز می‌ایستد. مزاج نیست. دوامش چی؟ در این تجارت آدمان زیاد زیان می‌بینند. می‌خواهیم در این کار سایقل خودت رو یابیم. تغییر ده، تجارت تغییر می‌یابد. من همه رو همچون تریدر سر در کردم. پس هر یک امکانیت خود امکانیت‌های بزرگ می‌ایستد. یک پودرچی می‌تواند همه را ویران کند. میتواند تمامی ساختمانتان را باز دارد. این نشان دهنده خیلی بلند است. انسان برای ایجاد کردن و ساختن آفریده شده است. چی کاری که نکنید به این هدف حتما رو میارید. شهری استانه، پایتختی قزاقستان، اهالیش 1,300,000 نفر. اقتصادیات، سودا، نقلیات، علاقه و ساختمان. استحصال مصالح ساختمان و خوراک و نوشاکه. سلام دوستان عزیز، شنوندگان و شاگردان محترم ما. حالا ما در آستانه هستیم. میخواهم شما را با یکی از بهترین شاگردانم شناس کنم. من با او فخر میکنم. این احمد است. او مثلی که هم شاگرد، هم شریک و هم دادرم است. حالا میخواهم بعضی چیزها را درباره تجربه ها و تجارت او بگویم. ما چند سال باز با هم شناسیم احمد؟ از سال 2017. از سال 2017 تا امروز 5 سال است که با هم شناسیم. با فکرم شما همون وقت در اکتا و در مینی مستر کلاس من بله، بودید. بله. یعنی اینقدر سال باز همدیگر را خوب میدانیم و میشناسیم. احمد در بسیار درس‌های من اشتراک کرده است و در گروه شاگردان فردی تحصیل میکند و در آینده ما میخواهیم بسیار کارهای دیگر را عملی کنیم. من میخواهم که شما احمد از تجربه‌های خود قصه کنید. مرحمت بینندگان عزیز، شما گوش کنید. بعد شهرهای خود را نویسید که شما از این صحبت‌های ما چی فایده گرفتید. فکرهایتان را در کامنتر نویسید. برای ما خیلی مهم است تا اینکه در آینده ما توانیم به بسیار سوال‌های شما جواب دهیم. احمد عزیزم، اوپن دیولپمنت یکی از سمت‌های تجارتی شماست که با شریکان کار میکنید، درست؟ شما اینجا اساساً همچون سرمایه گذار فعالیت میکنید و یا همچون مدیر؟ من اساساً همچون سرمایه گذار کار میکنم، ولی در اداره کنی هم کمک میرسونم. فهما، یعنی کمک میرسانید در شورای مدیران، در شورای بله، سرمایه در مجلس ها گذاران و اشتراک غیره. میکنم. آها. در همه مسئله ها شریک هستم. احمد عزیزم، شما چند سال باز تجارت میکنید؟ به فکرم دیر باز. تجارتی اساسی من فروش گندم و غله‌دانه است. بله. دوستان عزیز، میخواهم به سهم شما رسانم که تجارت اساسی احمد فروش غله‌دانگی هاست. او دیر باز با همین کار مشغول است. در اخبزر، درست؟ بله، اصلا ما از همه حدودهای قزاقستان این محصولات رو میخریم. میخرید و اساسا از ولایت‌های شمالی. یعنی اگر خطا نکنم از ولایت از اکمالینسک. قزاقستان شمالی، از اکمالینسک، از ولایت کاستانایسک. اساساً به کجا اکسپورت میکنید؟ اساسا به ازبکستان اکسپورت میکنیم. به تاجیکستان، به خیتای میفروشیم. در آنجا الیواتورهای خود رو دارید؟ ما در ولایت اکمالینسک 2 الیواتور داریم. شکر خدا، خیلی خوب. افسوس که این کمی وقت را میگیرد، وگرنه در اصل ما میخواستیم رفته الیواتورهای شما را ببینیم و به نوار گیریم، اما آن جایها خیلی دورند. در راه 3 ساعت وقت صرف میشود. حالا راهها پربرفند، برای همین دشوار است. حجم یک ساله فروشتان چقدر است؟ تخمینا 100,000 تن. تخمینا 100,000 تن. شکر خدا، این خیلی خوب است. حجم کلان خیلی عالی. 100,000 تن مقدار خیلی زیاد است. شما دیر باز با اکسپورت غله‌دانگی ها مشغولید. ما اکسپورت رو سال 2011 سر کردیم. سال 2011. بله، سال 2011. پیش از این ما در بازارهای داخلی در درون قزاقستان کار میکردیم. یعنی به قسمت جنوبی قزاقستان بار میفرستادیم. به شیمکند، با کاراگاندا، با شیمکند، با آلماتا ما بار میفرستادیم. در حجم کمتر. آهسته آهسته با اکسپورت گذاشتیم. با بازارهای بیرونی برآمدیم، با ازبکستان، تاجیکستان. فهما. با یک گروه آدمان و شاگردان ما که برایشان اکسپورت عجیب و جالب است و میخواهند که این کار را آموزند و غیره، از تجربه های خود قصه کنید. مثلا بعضی آدمان میخواهند که جوار مکه را اکسپورت کنند، بعضی دیگر گریچکا را و بعضی دیگر نخود را. شما با آنها چی توصیه میدهید؟ اکثریت آنهایی که حالا ما را تماشا میکنند به چنین کارها شوق دارند. پیش از همه خریدار داشتن لازم است. خریداران خوب و واقعی. بله، یعنی شریکی داشتن در کار. با رو به کی میتونید فرستید؟ و تا کدام حد آنها میتوانند بار شما را بخرند؟ آنها چقدر بار شما را خریده میتوانند. و بعد لوجستیکای دقیق را داشتن لازم است. این هم یکی از رکنهای خیلی مهم است. برای اکسپورتیار مهمترین پدیده لوجستیک است. به این نمیشود. مثلا بسیاری ها میخواهند که از قزاقستان بار خرند. بله. میپرسند صفت با آنها پسند میآید. مقداری که میخرند نیز کلان است، ولی وقتی ما لوجستیک رو به حساب میگیریم، یعنی نرخ خیلی ما در این بلند صورت میشود. نمیتونیم به این بازارها برویم. در این کار لوجستیک نقشی خیلی مهم میبازد. برای همین به لوجستیک تماما نمیشود. ارزش مال میتواند زود عوض شود محض از حساب لوجستیک. بله، نرخ غله‌دانه باز لوجستیک و علاقه
онҳо бо ин нарх харида наметавонанд. وابسته به گمرک و غیر نرخ عوض می شود. پس معلوم می شود که غیر از آن که صفت خوب است، نرخ خوب است، لوجستیک خیلی مهم است. یعنی در همه نمود اکسپورت سه نشان دهنده کلیدی است. همین خیلی باز مسئله بی خطری هم هست. بله، محصولات ما در حجم خیلی کلان انتقال داده می شود. بله. آخر این مواد خام است. بله. گندم مواد خام حساب می شود. و عادتا مواد خام را در حجم کلان می خرند. استحصال کنندگان می خرند، درست؟ آنها محصولات دیگر استحصال می کنند. محصولات خامی که ما می فرستیم به جای دیگر رفته استحصال می شوند. بازی که در حجم خیلی بزرگ هزارها تن گندم و غله‌دانگی برای انتقال 1000 تن گندم کمش 15 تا واگن کلان در کار است تا که جا شود. احمد عزیزم، شما کار را از چی سر کردید؟ الیواتر و زمین‌های خود را دارید. شما برای نگاه داشتن بار چقدر انبار و چند گکتار زمین دارید؟ 14000 زمینی پسیو داریم. کار را از چی سر کردید؟ در اودیتوریای ما آدمان زیادی هستند که فهمیدن می‌خواهند کار را باید از چی سر کنند. در اولی کار خود شما از چی سر کردید؟ میدونید ما از کاری خرد سر کردیم، از کاری خیلی خرد. ما حجمی کمی غله‌دانگی ها رو می‌خریدیم. همه رو از یک واگن سر کرده بودیم. اکسپورت می‌کردید و یا به داخل ما کشور؟ در داخلی بازار آن را می‌فروختیم. فروش در بازار داخلی. یک واگن بار رو به شهر الماتو می‌فراوردیم. از همین کارو سر کردیم. سال 2011. نه، این کارها رو در اولهای سالهای 2000 می‌کردیم. سالهای 2001. سال 2011 ما اکسپورت رو سر کردیم. دوستان، من می‌خواهم که شما خوب اهمیت دهید. ببینید، سالهای 2000 و 2001 عموماً در همان وقت‌ها انتقال بار را به الماتا از یک واگن سر کردند. یعنی به بازارهای داخلی قزاقستان. انا همین سیری خیلی کلان است. آغاز کار از خود. من با آدمان خیلی زیاد عیناً همین چیز رو میفهمونم، چون که بعضی آدمان میخوان که در 2 سال تاجران بزرگ شوند. این غیر واقعی و ناممکن است. معلوم می شود که شما در این راه بیش از 22 سال باز می روید، درست؟ اما تدریجاً دوره به دوره شما حجم فروش بار را بسیار کرده اید و غیره. همیشه تجارت رو از خود سر کنید. هیچگاه قرض نگیرید. هیچگاه کردیت گرفته یک باره تجارت کلان را سر نکنید. این خطاست. به نزدیکی ما در فرغانه بودیم، در ابیکت های اکای اولوغبک، این چونین در شمکین جایهای کاری اکای بدردین رو دیدیم و غیره. محض همین نفرانی که تاجران بزرگ و موفق شدن کار را از خرد سر کردند. در حقیقت همین خیلی است. از تجارت خرد کار را آهسته آهسته دوره به دوره سر کرده پیش رفتند. یعنی از سالهای 2001 سر کرده شما اکسپورت را سر کردید و تدریجا کارتان برار گرفته است. حالا دائم تخمینا در حجم 100,000 تن بار را اکسپورت میکنید. بله، این چنین ما سال 2015 زمینی رو خریدیم و خواجگی زراعتکاری رو سر کردیم. یعنی در زمین‌های کلان گندم میکاریم. یعنی تا این وقت شما همچون تریدر؟ بله، من اصلا همه رو همچون تریدر سر کردم. بعد سال 2015 ما اولین خواجگی رو خریده کشت و کاری غله‌دانه رو سر کردیم. سپس سال 2017 دویمش و سال 2020 سومش رو خریدیم. بله. حالا ما 3 خواجگی داریم. 14 گکتار زمین داریم و 2 الیواتر دارید. بله، 2 الیواتر داریم. یعنی اول شما طرز فروش رو آموختید، لوجستیک را در این ساحه تجربه زیاد اندوختید و آهسته آهسته بعداً خریدن زمین رو سر کردید. من بعد انبار، کشتزار، خریدار و همه چی را داشتید. انا این استراتژی خیلی مهم است. اول تشکیل بازار و بعد سر کردن استحصالات. اول کس باید فهمد که در کدام بازار کار خواهد کرد. بعد باید درباره استحصالات فکر کند. حالان که در اکثر موارد آدمان استحصال میکنند ولی خریدار نیست، و یا آنها در استحصالات سرمایه گذاری میکنند حالان که خودشان این کار را نمیفهمند، و یا تخها را میخرند، تجهیزات میخرند، بعد محصولات را استحصال میکنند اما بازار ساختن نمیتوانند، خریدار ندارند، بعد پول زیاد صرف میکنند تا این محصولاتشان را به بازار مجبورن برارند. این خطای بزرگ است. شما کی به ساحه ساختمان آمدید؟ سال 2020 گفتیم که یک سنجیده بینیم. سال 2020 همین جا رو گرفتیم با اکسیون و یا مزایده. لایحه ها کشیدیم. اسکیز، کارگران، دسته خودمون رو تشکیل دادیم. همه رو تیار کردیم. ما در کجا قرار داریم؟ حالا این کوچه محمد خانوف است. محمد خانوف؟ اینجا کوچه محمد خانوف است. انا نگاه کنید، در نزدیکی ما دانشکده است. دانشکده تحلیلی تجارت. از اینجا خیابان ایتماتوف است. چینگیز ایتماتوف. مقصدم این است که آدمانی که ما را میبینن فهمند که ما در کجاییم. اما لایحه تان خیلی خوب است. این اولین لایحه ماست. امیدواریم که در آینده کارهای ما برار میگیرد. بله، خدا خواهد. این اگر اولین لایحه شما باشد پس خیلی خوب و موفق است. لایحه خیلی جالب و هدفرس است و من بسیار پسند آمد.